به نام یگان آفریدگار عشق و آگاهی. برازنده هستم در خدمت شما با دومین مدیتیشن از مجموعه 40 مدیتیشن معنوی با 40 قاعده شمس تبریزی. در حالت مدیتیشن نشسته یا درازکش به راحت ترین فرم ممکن خودتو رها کن. چشمهاتو ببند. یه دور از کف پا تا فرق سر رو با دقت چک کن که همه قسمت‌ها در راحت ترین فرم ممکن باشه و هیچ جایی تحت فشار و انقباض نباشه. اگر جایی تحت فشار و انقباض هست یه مقدار خودتو جابجا کن تا اون قسمت هم در راحت ترین فرم قرار بگیره. با هم یه دور از کف پا تا فرق سر رو چک میکنیم. من اسم میبرم، شما توجه کن، ببین راحت باشه. خود این توجه بهش باعث رهایی و وانهادگی عضلات اون ناحیه میشه. از کف پا شروع میکنیم. توجهتو بیا بر کف پاها، روی پاها، مچ پاها، ساق پاها، زانوها، عضلات ناحیه ران، لگن، شکم، قفسه سینه، پشت، کمر، کتف و شانه ها. وارد دست ها میشی، بازوها، آرنج دست ها، ساعد دست ها تا مچ دست ها و کف دست ها تا نوک انگشتان. به گردن توجه کن. گردن خیلی مهمه که در راحت ترین فرم باشه. از گردن وارد ناحیه صورت میشی، چانه ها، لبه ها، زبان، گونه ها، چشم ها. چشم ها خیلی مهمه که کاملا بسته باشند و وانهاده. ناحیه پیشانی، دو طرف سر و گوش ها، پشت سر، فرق سر، همه جا رها، راحت و وانهاده است. چشم ها رو بستی. توجهت رو بیار بر چشم سوم. یادت باشه این مدیتیشن ها ژرفاندیشی است و آموزشی. به همین خاطرم لابلاش خیلی چیزها یاد میدیم و عمیقاً میاندیشیم که یاد بگیریم. در حالی که توجهت بر چشم سوم در مرکز پیشانی است، پل ارتباط با ماوراء. نفس عمیق میکشی. نفسهای عمیق 4 مرحله ای. 1 دم عمیق، 2 حبس هوا، 3 بازدم عمیق، 4 استراحت ریه. نفس عمیق میکشی. توجه بر چشم سوم هست. آرامش رو جذب و دریافت میکنی و لذت میبری. نفس‌های عمیق. توجه بر چشم سوم. جذب و دریافت آرامش.
فرشتگان آرامش رو صدا بزن. گروهی از فرشتگان هستند که به ما آرامش میدن. انرژی هاشون آرامش بخشه. هر آنچه از فرشته ها میخوایم از جمله آرامش رو لازم درخواست کنیم. پس در حالی که توجهت بر چشم سوم در مرکز پیشانی است، آگاهانه و عاشقانه همراه با من بگو: فرشتگان آرامش، فرشتگان خوب و مهربان آرامش، کامائیل مقرب، شامیوئل عزیز، لیدر فرشتگان آرامش، از شما دعوت و درخواست میکنم به من ملحق بشید. در این مراقبه، در این مدیتیشن من رو همراهی کنید و به من آرامش بدید. فرشتگان آرامش، درخواست میکنم در این لحظه انرژی های آرامش بخشتون رو بر من و بر هر فرد دیگری که این مراقبه و مدیتیشن رو گوش میده جاری کنید. فرشتگان آرامش، ممنونم از شما، ممنونم که دعوت و درخواست من رو اجابت میکنید و آرامش الهیتون رو بر ما جاری میکنید. برای که آرامشت بیشتر و بهتر و عمیق‌تر بشه، توی تصویر ذهنی تجسم و احساس کن در یک طبیعت زیبا، قشنگ و رؤیایی هستی. هر جایی میتونه باشه، جایی که قبلا دیدی، تجربه کردی و لذت بردی، یا جایی که فیلم و عکسش رو دیدی، یا یه جایی که زائده تخیل خودت هست. کوه، جنگل، صحرا، بیابان، دریا، جزیره، ساحل، هر جایی از طبیعت که بهت آرامش و احساس امنیت میده. یه همچین طبیعتی رو به نرمی و لطافت توی ذهنت تجسم و احساس کن، ببین، اونجا باش و از بودن در اونجا توی خیال خودت لذت ببر و آرامش رو جذب و دریافت کن. در همین طبیعت زیبا یه جای خلوت، دنج، آرام و امن رو انتخاب کن برای مدیتیشن. اونجا میتونی دراز بکشی یا به حالت مدیتیشن بشینی، چشماتو ببندی. در حالت مدیتیشن در طبیعت قرار گرفتی، توجهتو بیار بر چشم سوم و 3 تا نفس عمیق بکش. به یاد بیار قاعده دوم از 40 قاعده شمس تبریزی.
میگه چی؟ پیمودن راه حق کار دل است، نه کار عقل. راهنمایت همیشه دلت باشد، نه سری که بالای شانه هایت است. از کسانی باش که به نفس خود آگاهند، نه از کسانی که نفس خود را نادیده میگیرند. ما میدونیم یه دونه مغز داریم توی جمجمه، توی کالبد فیزیکی با توانایی‌های فوق‌العاده زیاد، و یه دونه دل، قلب توی سینه که مسئول پمپاژ خون به کل بدن و تغذیه بدن هست. معادل کالبد فیزیکی در عوالم دوم، سوم و چهارم کالبدهای برتری داریم که اونها هم در خودشون برای قلب و مغز معادلهای برتری دارند. پس در کالبد دوم، سوم و چهارم معادلهای برتری برای مغز هست و همچنین معادلهای برتری برای قلب. مغز جای اندیشیدن و دل، قلب جای احساس کردنه. شمس تبریزی میخواد به ما بگه برای درک و فهم به کالبدهای برترت متکی باش، به معادل برتر قلب و مغزت متکی باش، محدود به قلب و مغز فیزیکی توی کالبد فیزیکی نباش. معادل برتر قلب رو در عرفان میگیم دل و معادل برتر مغز رو در متافیزیک میگیم ذهن. پس به جای اینکه فقط به قلب و مغزت اکتفا کنی، پا رو فراتر بذار و از دریافت‌های دل و ذهنت بهره بگیر، یعنی از دریافت‌های کالبدهای دوم، سوم و چهارم. پس اگر میخوای توی راه درست، توی راه صحیح رو به سمت تکامل و تعالی باشی، رو به سمت جلو و بالا باشی، لازمه که از دل و ذهنت بهره بگیری، از توانایی‌های برترت، از کالبدهای بالاترت بهره بگیری. در این لحظه، در این مدیتیشن میخوام کمی به این موضوع بیاندیشیم، ژرفاندیشی کنیم. میخوام لحظاتی بهتون فرصت بدم که این موضوع رو روی خودت پیاده کنی، تجسم کنی، تصور کنی، احساس کنی و بیاندیشی به این که من، خودت رو بگو، من علاوه بر قلب و مغز تو کالبد فیزیکی ابعاد برتری در کالبدهای دوم و سوم و چهارم برای قلب و مغز دارم. اونها هم کارهای انجام میدن، اونها هم حس میکنن، میاندیشن. اونها توانایی هاشون از این قلب و مغز فیزیکی بیشتره. میخوام به اینها بیاندیشی که اینها هستن، وجود دارند و ما میتونیم به اونها دسترسی داشته باشیم و از توانایی های اونها استفاده کنیم. پس یه طرف تو کالبد فیزیکی قلب و مغز رو داریم، یه طرف تو ابعاد برتر دل و ذهن رو داریم با توانایی های فوق‌العاده بیشتر. لحظاتی بهت فرصت میدم به این موضوعات بیاندیش، با خودت تطبیق بده و ببین به چه نتیجه‌ای میرسی. شما رو با این اندیشه ها لحظاتی تنها میذارم.
چه نتیجه‌ای رسیدی؟ میدونی دریافت‌های دل و ذهن چیه؟ همونی که میگی به دلم افتاد، به فکرم رسید، اینجوری حس کردم. اینا همون دریافت‌های دل و ذهنه. پیمودن راه حق یعنی راه درست، راه صحیح کار دل است، یعنی کار دل و ذهن، نه کار عقل. پس کار مغز به تنهایی نیست. راهنمایت همیشه دلت باشد، ابعاد برترت باشه، نه سری که بالای شانه‌هایت است، نه فقط مغزت. از کسانی باش که به نفس خود آگاهند، یعنی به کالبدهای دوم، سوم و چهارم خود آگاه و آشنا هستند، نه از کسانی که نفس خود را نادیده میگیرند. جزء اونایی نباش که کالبدهای برتر رو نادیده میگیرند. همه ما ورای حواس پنجگانه یه دریافت هایی داریم. یه چیزایی به دلمون میفته، یه چیزایی حس میکنیم، یه فکرایی میاد، یه اندیشه هایی میاد، یه چیزایی به دل و ذهنمون خطور میکنه. شمس میخواد بگه به اینها توجه کنید، اینها رو نادیده نگیرید. حتما شما هم از این تجارب دارید. تو این مدیتیشن میخوایم یه عهد و پیمان دیگه با خودمون ببندیم. میخوایم با خودمون عهد ببندیم که از این به بعد در کنار دریافت‌های حواس پنجگانه، در کنار دریافت‌های سیستم عصبی مرکزی، در کنار توجه به عملکرد مغز، به دل و ذهنمون هم توجه کنیم، به پیام‌های اونها هم توجه کنیم. پیام‌هایی که از طریق دل و ذهن میگیریم رو بی تفاوت از کنارش نگذریم. در حالی که توجهت بر چشم سوم هست، آگاهانه و عاشقانه همراه با من بگو: من در این لحظه با خودم عهد و پیمان میبندم که علاوه بر کالبد فیزیکی به کالبدهای دوم، سوم و چهارمم هم توجه بکنم. با خودم عهد و پیمان میبندم علاوه بر قلب و مغز در کالبد فیزیکی به دل و ذهن و دریافت‌های اونها در کالبدهای دوم تا چهارم هم توجه بکنم. با خودم عهد و پیمان میبندم که نسبت به کالبدهای برترم، به ویژه کالبدهای دوم تا چهارم آگاه باشم، به اونها توجه بکنم، اونها رو بشناسم، اونها رو نادیده نگیرم. با خودم عهد و پیمان میبندم به دریافت‌هایی که ورای حواس پنجگانه دارم، به اون چیزهایی که به دلم میفته، به فکرهایی که به ذهنم میرسه، به چیزهایی که حس میکنم توجه کنم، اونا رو جدی بگیرم، بهشون احترام بذارم و در صورتی که معقول هستند به اونها عمل کنم. من امروز این عهد و پیمان رو با خودم میبندم و بر سر این عهد و پیمان هستم. این رو به خودم و به جهان هستی قول میدم. حالا میخوام برای لحظاتی خودت رو تجسم و احساس کنی به گونه‌ای که بیش از کالبد فیزیکی هستی و ورای کالبد فیزیکی لایه‌ها و کالبدهایی داری و اونها هم دریافت‌هایی دارند و شما دریافت‌هایی از طریق احساسات و عواطف داری، از طریق افکار و اندیشه ها داری. گاهی کنار دیگران قرار میگیری، یه چیزایی حس میکنی، مثبت یا منفی، یا یه چیزایی به ذهنت میرسه، مثبت یا منفی. اینا همین دریافت‌های دله. میخوام لحظاتی بیاندیشی، تجسم کنی، احساس کنی که یک انسانی هستی با بیش از یک کالبد، بیش از یک لایه، دریافت‌هایی داری از طریق دل و ذهن، از طریق احساسات و عواطف، از طریق افکار و اندیشه ها، تا این خوب برات محسوس بشه، ملموس بشه. میخوام باشه غریبه نباشی. لحظاتی بهت فرصت میدم، اینها رو تجسم کن، احساس کن، ببین. اون موقع متوجه میشی چقدر موجود توانمندی هستی
و چقدر چند لایه بودن لذت بخش است. لحظاتی شما رو با این افکار و اندیشه ها و این تصورات زیبا تنها میذارم. بیاندیشیم. کمی هم توجه کن به تجارب گذشته، اون جاهایی که چیزهایی رو حس کردی یا فکرهایی به ذهنت آمد و بعداً فهمیدی که اینها درست بوده. اینها رو هم بیاد بیار و مرور کن. حالا برای اینکه ملکه دل و ذهنت بشه چند بار این عبارت تأکیدی رو نجوا کن. توجهتو بیا بر چشم سوم، آگاهانه و عاشقانه بگو: من همواره به دریافت‌های دل و ذهنم توجه می‌کنم. من همواره به دریافت‌های دل و ذهنم توجه می‌کنم. من همواره به دریافت‌های دل و ذهنم توجه می‌کنم. همینو چند بار با تأکید تکرار کن. من همواره به دریافت‌های دل و ذهنم توجه می‌کنم. تکرار کن.
من همواره به دریافت‌های دل و ذهنم توجه می‌کنم. یه نفس عمیق بکش. تو این مدیتیشن یه سری اطلاعاتی رو مرور کردی، به یه چیزایی توجه کردی، با خودت عهد و پیمانی بستی، به خودت تأکید کردی، به خودت یادآوری کردی که به دل و ذهنت و دریافت‌های اونها توجه کنی. در این راه فرشتگان الهی و اساتید مقرب هم به شما کمک خواهند کرد و روز به روز دریافت‌هات بهتر، بیشتر، شفافتر و قوی‌تر خواهد شد. توجه به دل و ذهن راه رو برای اتصال به عالم بالا، به ملکوت، جبروت و لاهوت باز میکنه. میتونی به عوالم بالا، فرشتگان و اساتید مقرب وصل بشی و از حضور و همراهی اونها در کار و زندگیت بهره‌مند بشی. یه نفس عمیق دیگه. همچنان پر از آرامش هستی، پر از حسهای خوب و قشنگ و زیبا. توجه تو بیار بر جسم فیزیکی، همون جسمی که در درون خودش قلب و مغز داره. در حالی که توجهت بر جسم فیزیکی است، با چند نفس عمیق آرام آرام از مراقبه و مدیتیشن خارج میشی، به حالت عادی، طبیعی و معمولی برمیگردی. به جسم فیزیکیت آگاه میشی. اگر شب هنگام هست، موقع خواب، میتونی همینجا خودت رو به یه خواب خوش بسپاری. و اگر روز هنگام هست، میتونی هر وقت که دوست داشتی چشماتو باز کنی، به زندگی لبخند بزنی و پر از امید و انگیزه بری سراغ کارها.